یک جان تشکر و تمام اهل صنعت، فرهنگ، اشتراکداران، تهیه‌گران، بسته‌کاران، هنرمندان. یک جهان تشکر. بسیار چاره‌بینی فرهنگی سطحی بلند. احسان به شما، احسان. هموطنان عزیز، بار دیگر نوروزتان مبارک باشد. در سال نو، وقت اقبال نیک، تمام خوشی های زندگی را به کل مردم تاجیکستان میرسانم. خدای تعالی هرچی آرزوی آمالی که در قلب هر یک فرد تاجیکستانی است در سال نو نصیبشان گرداند. بار دیگر نوروز خجسته، نوروز بین المللی مبارک باشد. یک جهان تشکر. سلامت باشید. جشن کنید، خودسردی کنید، عید کنید. در این نوروزگاه پگاه روز پهلوانان است. پگاه در این ورزشگاه، در این نوروزگاه روز پهلوانان، روز دیگرش روز پایگاه، روز چاوندازان و آنهایی که افسواری را نظم میبینند. روز دیگرش در پایتخت روز گلشنانی، نهالشنانی است. سلامت باشید، سلامت باشید. یک جهان تشکر. خوشبخت باشید.